بیانیه کانون همبستگی ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مناسبت 16 آذر. جنبش دانشجویی به عنوان پویاترین و تأثیرگذارترین جنبش موجود در ایران همیشه شجاعانه علیه استبداد و ظلم حکومت مبارزه کرده است. دانشجویان مبارز و جوانان آگاه و دلیر ایران طی 31 سال گذشته با نثار جان و با مقاومت در برابر شکنجه و زندان آزادی مردم ایران را فریاد کردند و همواره توسط عمال حکومت سرکوب شدند. توطئه و پرونده‌سازی علیه فعالین دانشجویی، بازداشت، اخراج و تعلیق شمار زیادی از دانشجویان تنها گوشه‌ای از پرونده سرکوب دانشجویان و آینده‌سازان این مرز و بوم است. 16 آذر نمونه از صحنه‌های دلاوری و شهامت دانشجویان در برابر استبداد و ظلم میباشد. برای گرامی داشته هرچه با شکوه‌تر این روز به پا خیزید و خیابان‌های کشور را به عرصه پیکار خجسته آزادی علیه ظلم حاکمان بدل کنید. رژیم پوسیده جمهوری اسلامی در مرز فروپاشی و سرنگونی است و امروز بیش از هر زمان دیگر از جنبش دانشجویی و اطلاع آن وحشت دارد و با به بند کشیدن دانشجویان آزادیخواه تلاش می کند تا نور آزادیخواهی را در دانشگاه‌ها خاموش کند. اما بیچاره این شب پرستان با سلاله خورشید تابان ایران فردا و با نسل پر استقامت و مصمم بر آزادی چه خواهند کرد؟ آری، اگر سردمداران حکومت به سرکوب وحشیانه 31 ساله تکیه دارند و از هیچ تجاوز و تعرضی به حریم دانشگاه‌ها و غارت و تباهی سرمایه‌های این مرز و بوم فروگذاری نکرده‌اند، در مقابل جنبش دانشجویی متکی به مقاومتی پایدار است که طلایه‌داران سرفرازش هرگز در مقابل ظلم سر فرود نیاورده‌اند. کانون همبستگی ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اعمال ضد بشری حکومت در حق دانشجویان و ملت حق طلب ایران خواستار پایان بخشیدن به این اقدامات جنایتکارانه می باشد و همگام با جنبش قشر فرهیخته و آینده ساز ایران روز 16 آذر را گرامی می دارد. ایرانیان فعال در داخل و خارج از کشور در این روز به خیابانها خواهند رفت تا انزجار خود را نسبت به سیاست‌های مستبدانه و اقدامات ضد بشری حکومت جمهوری اسلامی ابراز کنند و از کلیه ایرانیان مسئول و وطن دوست می‌خواهیم که ضمن همصدا بودن با کانون به حمایت از دانشجویان و جنبش مردمی سبز ایران با حضور خود به مسئولین نظام ثابت کنند که شعله حق طلبی و عدالت خواهی ملت ایران هیچگاه خاموش نمی شود و مبارزه تا سرنگونی و رسیدن به آزادی، دموکراسی، مردم سالاری و برابری ادامه خواهد داشت. پاینده ایرانی آزاد با همبستگی ملی. کانون همبستگی ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.